سلام علیکم دوستان گرامی، امیدواریم که همه کسا صحتین. خب دوستان، با خواهش و درخواست شما امروز آمدیم با زوادی یکی از زوادهای خشت پخته. دوستان نزدیک اومدیم با زواد، لیکن داخل زواد کامera کردن میگذارن یا که نه باشه دیگه ما نمیدونیم. کوشش کردیم که بیایم بهر شما مقصد که نرخ خشت پخته را به نوار بگیریم و شما تماشای با فراغت اگر با ما امکانیت تن نوار کردن ده پس بهر شما پیشکش میگردونیم. خب این زوادی که گفتیم اوزی نزدیک اومدیم به زواد قرار دارد. نمیدونم با فکرم در دهه قرموشهی یک چند کیلومتر با از نظیر کلان دورتر رو دسته یا درون شامل داره ما اینا درون همجا اینا در اومده که دوامش خوب کمک زرون با میمونه اون نوار کردن یا که نه دیگه او طرفش هم یه راز میروشون چند دایم یورا چند گفت تو کارا چه نمو خشتایی که حوزی پیشکی گفتیم 75 دیرم میشده است. نرخی که سودا میشوه مقصد هر کسی که میگیرد و با خدشه ماشین آی خدشه 75 دیرم نرخی توزه همین کرپیچه که مقصد گفتیم. این اینجا همون خشتی خوم شده نه خشتی خومه که مقصد بعد میدورن دورین چکدانده بعد میپزن یعنی خشتی خومه. این اینجا زوادی مقصد همی کرپیچ پیچ کم اومد. درجش کن های بله مونده نباشه هیچ چکدو نه که نه خیلی جای بیرون تاریک تو خانه را گریم کنم چکدو نه تماشا کنم ای بالا بگذارم این ایجا رویم شمالی بشنه خواهن اون باید نتایش کفای کن روی چی درگه نگه آهنده نوام بزن این ایه همون خشتی خومه که درونی چکدان میدرونن شد. این اوجا زوادی خشتی خوم شد میبرارن